استاد گرامی قدر رحیم و رفاعت خان میرزا حبیب‌الله، با جهان آرزوهای نیک شما سابقه‌دار ساحه معارف خلق، بانی فاضل و دانشمند، انسان نکونام را از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شخصا از نام خودم به مناسبت فرارسی روز نیک مولود فرخنده 80 بهار پربرکت عمر صمیمانه تبریک و مبارکباد می نمایم. شما از زمره آن انسان‌های نجیبید که در جاده رشد معارف کشور و تیار نمودن شاگردان سزاوار با آرزو و آرمان و آمال نیک صدق دلانه سعی و تلاش ورزیده. باعث سربلندی است که آموزگاران و کارمندان ساحه معارف ولایت شما را همچون آموزگار اصیل و پاکدل، پداگوگش ورزیده، مربی کاردان و مسئولیت شناس میشناسند و صمیمانه حرمت مینمایند. این سخنرانی سردار ریاست معارف ولایت سوخت عاصم کریمزاده بود که به مناسبت 55 سالگی فعالیت نظررس معلمی با تجربه آموزگار خدمت نشان داده رفاعت رحیم و شنیده شد. به مناسبت 55 سالگی فعالیت نظررس آموزگار استاد چندین شاگرد رفاعت رحیم و در مرکز فرهنگ شهر خوجند چهاربینی دایر گردید که در آن استادان و شاگردان و پیوندان صاحب جشن شرکت نمودند. معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده ضمن ارائه پیام شادباشی از کار و پیکاری ماندگار رفاعت رحیم و یادآوری کرد. امروز علامین فعالیت 55 سالگی و استاد ارجمند ما این نمونه عبرت برای همه معارفچیان و نسل نورس جوانان می باشد. البته ما افتخار میکنیم با چنین نفرها. باعث افتخار است که در ساحه معارف شهر خوجند چنین نفرهای فدایی که 55 سال حیات خویش، این قریب که یک عمر بخشیدن برای تربیه، برای پیشرفت همین ساحه، این بسیار یک مهنتی سخت را طلب میکند و معلومه بیشتر گفته میتوانیم که حیات اوراق کتاب زندگی شما همه وقت نمونه عبرت است برای نسل جوان و نورس و ما با شما افتخار میکنیم. ضمن برگزاری چهاربینی ابراز گردید که سهم رفاعت رحیم و در رشد ساحه معارف مملکت همچنین تربیت نمودن شاگردان زیاد نظررس میباشد. همچنین در این روز نمایندگان مؤسسه و بخش‌های گوناگون صاحب جشن را شادباش گفته گلدسته ها تقدیم کردند که از احترام و کار و پیکار ماندگار صاحب جشن گواهی میداد. فعالیت نظررس خدمت صادقانه و صافدلانه به خلق و وطن هر نفر را مثل رفاعت رحیم و عزیز و گرامی می‌دارد. برگزاری چهاربینی مذکور با مقصد ارجگذاری به زحمت‌ها و کار و پیکار ماندگار صاحب جشن راه اندازی گردیده هر نفر را واگذار می‌سازد تا خدمت صادقانه انجام داده در رشد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت سهمگذاری نمایند. روزگار و کار و پیکار رفاعت رحیم و برای تمام اشتراکچیان درس نمونه و عبرت معنی داد شد و از آنها دعوت به عمل آورده شد که در پیروی به صاحب جشن کار و فعالیتشان را به راه مانند.